ویدیو رو با آنالیز بازی پرسپولیس شمس‌آذر آغاز می‌کنیم، بعدم میریم سراغ اتفاقات و اخبار مهم فوتبال کشورمون. پرسپولیس بازی رو هجومی، پر انرژی و با مالکیت فشار از همون دقایق ابتدایی آغاز کردن و خیلی زود تونستن اختلاف ایجاد بکنن. دو گل در دقیقه 10 و 15 نشون داد که سرخا در انتقال توپ به یک سوم هجومی و استفاده از اشتباهات حریف بسیار موفق بودن. نقطه قوت اصلی پرسپولیس در نیمه اول سرعت در حمله و استفاده از فضای پشت خط میانی شمس‌آذر بود. اصلا زور شمس‌آذر به این پرسپولیس نمیرسید. کلا اسکوادشون رو تغییر دادن و کلی بازیکن از تیمشون جدا شد و دیرم تیم‌ها بسته شده. به جز تیم‌های تراکتور، سپاهان، استقلال، پرسپولیس بقیه تیم‌ها کاملا دیر بسته شده و همین موضوع اجازه میده که تیم‌های مدعی بردهای پرگلتری هم داشته باشن. گل اول حاصل ارسال و حضور خوب در تیر دوم بود و گل دوم هم نیز با توپگیری محمد عمری در میان زمین و یک ضربه فنی به ثمر رسید. عمری علاوه بر گل با حرکت‌های عمقی خودش یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان پرسپولیس بود و حتی یه بارم شوت اون به تیرک دروازه هم برخورد کرد. در نیمه دوم هم شمس‌آذریا برای جبران نتیجه ریسک بیشتری کردن و فشار هجومی خودشون رو افزایش دادن. تعداد کرنرها و ارسال‌های این تیم بیشتر شد، اما پرسپولیس با عقب‌تر بازی کردن و عملکرد خوب پیام نیازمند تونست فشار حریف کنترل بکنه. در آخر هم کلین شیت به نام خودش هم به ثبت برسونه. یکی از نکات عجیب بازی تعویض‌های این دیدار بود. اوسونورونوف اصلا بهش فرصت بازی نرسید و امیرحسین محمودی هم که با تیم ملی ایران در اردو جام جهانی هم حضور داشت در دقیقه 86 اینا وارد زمین شد که میتونه زودتر از اینها بهش بازی بده. در بعد به ورود هم موقعیت جدی ایجاد کرد که فکر کنم تیک‌تری بود که از این موقعیت نتونست استفاده بکنه. در کل پرسپولیس مهدی تارتار پرسپولیس مطمئنی از خودش نشون داد. با این همه تغییری که در اسکواد اصلی این تیم به وجود اومده بود، پیمان حدادی هم به عنوان کارشناس این دیدار انتخاب شده بود. در برنامه فوتبال برتر که به نوبه خودش جالب بود، صحبتی جالبی راجع به جذب بازیکن‌های جدید انجام داد و اینکه کی قراره از دانیال ایری رونمایی بکنن. اینو میذارم با هم ببینیم. میتونم بپرسم چقدر کلا هزینه پول رضایت‌نامه کردی؟ به 500 میلیارد رسید؟ صادقانه بخوام بگم بله، با اون یک دو تا بازیکن خارجی که داشته همین حدود شده. 500 میلیارد پول رضایت‌نامه. بله، که برای 6 تا بازیکن بوده که همشون 4 یا 5 سال باشه. برای کیا پول رضایت‌نامه پرداخت کردید؟ برای آقای شهرآبادی، برای آقای لطیفه، برای آقای محبی، برای آقای زاره، برای آقای اژدهاکش و حالا یه دفاع وسطی که احتمالاً فردا پس از اون اضافه میشه. دانیال ایری. اوسونورونوف هم پس از سود سریعا راهی رختکن شد و در جشن پیروزی پرسپولیس شرکت نکرد و این همه داره نشون میده که انگار ستاره ازبک پرسپولیس اصلا رابطه خوبی با کادر فنی جدید این تیم نداره. این اضافه بکنم که وسط نیمه اول هم راهی رختکن شد در دقیقه 33 یا 34. البته بین دو نیمه هم برای گرم کردن وارد زمین شده بود. ابوالفضل جلالی یاغی جدید تیم پرسپولیس در اولی بازی برای پرسپولیس عملکرد بسیار خوبی از خودش نشون داد، ولی آخر بازی اتفاق بسیار بدی براش رقم خورد. با مصدومیت و لنگان ورزشکار ترک کرد. اینم خوشحالی مشترک بازیکنان و هواداران پرسپولیس پس از اولین بردشون در این فصله. یه خبر بعد برای هواداران پرسپولیس دارم. منتفی شدن حضور احتمالی محمد قربانی در جمع سرخای. قربانی با سابقه بازی در اورنبورگ و البته در مسابقه روز گذشته تیمش مقابل عجمان به میدان رفت و یه گل هم با ضربه سر به ثمر رسوند تا آمادگی خودشو به نمایش بذاره. با این حال پرداخت مبلغ رضایت‌نامه اون فعلا در توان پرسپولیسیا نیست، مگر اینکه این رقم درخواستی ناگهان کاهش پیدا بکنه. خبری که حالا ما در چند ویدیو پیش هم بهش اشاره کرده بودیم، مذاکره مدافع راست تیم ملی یعنی رامین رضاییان پرسپولیس بود که توسط مدیر عامل سرخپوشان امشب تایید شد. پیمان حدادی گفت با رامین مذاکره داشتیم، اما رقم درخواستی این بازیکن 2 برابر مبلغ پیشنهادی پرسپولیس بوده. این عین خبری بود که حالا ما در ویدیوهای گذشته گفته بودیم. البته به اینم اشاره کرد که در سیاست‌های ما اصلا جایی نداشته، به خاطر همینم این بازیکن جذب نکردیم. امروز هم 3 تا بازی برگزار شده بود. نتایج با هم بررسی بکنیم. زبان فولاد 0-0، شمس‌آذر 0، پرسپولیس 2، صنعت نفت 1، ملوان هم 1. حالا بازی‌های دیروز هم که با هم بررسی کردیم یه نگاه کلی هم بهش بندازیم. تراکتور 2، پیکان 0، خیبر 1، فرج سپاسی 1، استقلال 4، مثل شهر بابک 0، چادرملای اردکان 0، سپاهان 2، استقلال خوزستان 0، آلومینیوم اراک 2 و در آخر هم گلگهر 1-0 تونست از صد نساجی مازندران عبور بکنه. جدول لیگ برترمون هم که دارین مشاهده میکنید، استقلال اول، آلومینیوم دوم، پرسپولیس سوم، تراکتور چهارم، سپاهان هم در رتبه پنجم قرار دارن. استقلال که توازن گل بهتری داره، ولی 4 تیم دیگر به ترتیب حروف الفبا وایسادن و هیچ برتری نسبت به یکدیگر ندارند. با هم بریم مصاحبه‌های بعد از این مسابقه رو هم ببینیم. برمیگردیم. اومدن جلو بازی کردن، یعنی نرفتن تو دفاع بازی کنن و اینکه از این ببخشید صدا من از این باب که خب
تیم ما خب تیم خیلی خوبی داریم، بازیکن‌های خیلی خوبی داریم، سعی می‌کنیم این روند رو ادامه بدیم و بازی به بازی بریم جلو. همیشه گفتم به بچه‌هامون گفتیم هر بازی یه فینال تو پرسپولیس هستن. تو پرسپولیس مساوی کردن یعنی باخت. چون این هوادارا از ما انتظار دارن و یه دو سال اصلا خوب نداشتیم، بهشون هم حق میدم. همه بد بودن، از خودم بگی تا بقیه بازیکنان. امسال گل دادیم، یه تیم یه دل یه دست و اینکه از کادر فنیمون هم تشکر میکنم، خیلی خوب آنالیز کرده بودن شمس آذر رو و اون بچه‌ها مسئولیتی که بهشون داده بودن به نحو احسن انجام دادن تو زمین و از هوادارمون هم واقعا گرم که از شهرهای کنار اومدن امروز حمایتمون کردن، ولی تو تهران میخوایم ایشالا ورزشگاه رو پر کنیم. این بازیکن کاپیتانی چقدر مسئولیت می‌کنه که در بازی بزرگی مثل علی محمدی من اولا اینکه خیلی کوچیک‌تر از اون چیزی هستم که حالا در مورد این بزرگان صحبت کنم که بازوبند رو پوشیدن، ولی خب این افتخار بزرگی از بچگی آرزو داشتم، یکی که بازوبند پرسپولیس رو بپوشم، یکی دیگه هم این که بتونم جام جهانی بازی کنم که خدا سر هزار مرتبه شکر امروز بازوبند پرسپولیس رو با اجازه بچه‌ها من بستم، با اجازه آقای امید علیشاه و بزرگان دیگه و این که همیشه گفتم بازوبند پرسپولیس یعنی بزرگی، یعنی اعتبار، یعنی عظمت، یعنی جنگندگی. کلا ما واسه بازوبند جونمون رو میدیم، واسه پیراهن جونمون رو میدیم، هر چی داریم واسه هوادارا میذاریم که همیشه اومدن ما رو حمایت کردن. انشالله بتونیم امسالو خیلی قوی واسه ارتباط امروز به نظر میرسه دوستان مورونوف یکم این ناراحت، نیمه اول دقیقه 35 فوتبال از همه رفت، نیمه دوم هم هواداران خواستن عکس بگیرن، با هیچ کس عکس نگرفت، سری رفت میرن. نه نگاه کنین الان من حالا این نگاه شما، ولی استون چون من خودم ارتباط خیلی نزدیکی باهاش دارم، حتی بازی هم تمام شد اومد با بقیه بچه‌ها اومدش سمت هوادارا دست تکون داد. به نظر من اصلا چنین چیزی تو تیم ما وجود نداره و کسی اصلا نمیتونه ببخشید قیافه بگیره یا ببخشید بیاد بگه من حقمه بازی کنم. نه، تو پرسپولیس امسال هر کسی چه یه دقیقه بازی کنه چه 90 دقیقه بازی کنه، مثل بازیکن‌ها تعویضی که اومدن از دل و جونشون گذاشتن، شما دیدید و این روند رو ادامه میدیم. نه آقا جان امروز شما دیرتر اومدید تو زمین. آره من بله من لباسی که بهم داده بودن متاسفانه شورتو چون عوض کردم، شورت ورزشی رو عوض کردم، دیدم شمارهش قشنگ پشت پامه، جلوی پام نیست اینا، و اینکه اومدم دیگه لباس قبلیمو پیدا کنم چون انداخته بودم واسه تدارکات جمع کنم، به خاطر همین یک 20 ثانیه طول کشید. همه بازیکنامون عالی هستن، مهدی هم یه جوون خوب آینده دار، امروز واقعا خیلی فوتبال قشنگی بازی کرد. به نظر من امسال میتونه خیلی حرفا بزنه تو لیگ، چون این جوونا باید کمک کنن به این پرسپولیس. جلالی هم صحبت کنم، اولین بازیشو واسه پرسپولیس بعد از اومدن از استقلال و اینکه پاش گرفت، پاس گل داد، هوادارم خیلی باهاش مهربون. ابوالفضل خب یه معصومیت داخل اردو ترکیه داشت و خیلی خوب دکترا دستشون درد نکنه، کادر پزشکیمون ابوالفضل رو رسوندن به این بازی و مزد زحماتشون هم که گرفتن و اینا، و ابوالفضل یه پاس گل خیلی خوب داد. ان شاءالله تو بازی‌ها بعدی هم همین پاس گل رو بده. خب طبیعیه، زمین چمن خدا وکیل کار ندارم، خیلی بلند بود، خیلی چمن بلندی بود و له بود و اینکه گفتم قبل بازی هم گفتم زمین چمن واسه دو تیم هیچ فرقی نمیکنه، میجنگی واسه یه هدف، اونم هدف اون قهرمانی. با شجاع خلیلزاده دیروز صحبت کرد بعد از گل به مس شما بهش راجع به صحبت کنید. آره خب شجاع واقعا بازیکن خیلی خوبیه، همیشه احترام بهش قائلم، کنار هم خیلی بودیم بازی کردیم، پسر خوشقلبیه و اینکه واقعا دوست داشتیم، همه دوست داشتیم او توپ گل بشه، نه من کل ایران دوست داشتم او توپ گل بشه و اون عینک هم من از فیلم بردارمون گرفتم، گفتم بدم بهش، اینا که دیگه حالا داستانه شد.
تشکر خاصی دارم از بازیکنان که هم گل زدن و هم دروازه رو بسته نگه داشتن. تو نیمه اول بازی بسیار خوبی رو انجام دادیم. واقعا اون پرسپولیسی بودیم که من خودم دوست دارم باشه. پرسپولیس تهاجمی، جنگنده و سریع. تو نیمه دوم با توجه به بلندی زمین چمن ورزشگاه من باید گلگی بکنم، درسته برای هر دو تا تیمه، ولی به هر حال باید چمن ورزشگاه از نظر اندازه استاندارد باشه، وگرنه خسته میکنه بازیکن‌ها. ما چند تا بازیکن داشتیم که هفته‌های قبل مصدوم بودن، تازه به جمع ما اضافه شده بودن. آخر بازی تقریبا 10 نفره بودیم. 5 دقیقه آخر بازی ابوالفضل جلالی فقط راه میرفت به زمین و خاطر مسئولیتی که داشت از قبل، خاطر بلندی چمن ورزشگاه واقعا خیلی فشار اومد به بازیکنان. اکثر بازیکنان به خاطر خستگی تعویض شدن. تیم حریف جوان‌تر بود، درسته ما هم تیم نسبتاً جوانی هستیم، ولی خب تیمی که کیفیت بالاتری داره نیاز داره که زمین استاندارد براش مهیا بشه. بنابراین باید گلگی بکنم و امیدوارم در آینده این اتفاق نیفته. الان شروع فصل، ما الان تو دنیا داریم میبینیم که تو چه شرایطی، تو کیفیتی تو ورزشگاه دارن بازی میکنن بازیکنان. تو نیمه دوم تیم شمس‌آذر تیم بهتری بود. ما باید ایرادامون رو بررسی بکنیم، مرتفع بکنیم و انشاءالله تو بازی آینده بتونیم بهتر از این هم بریم. من روز اول این قول رو به هوادارا دادم، یه تیمی درست کنیم که برای موفقیت این تیم بزرگ، برای شادی دل هوادارا بجنگه. و اونایی که منو میشناسن میدونن که دیسیپلین بازی برای من مهمتر از کیفیت بازیکناست. تک تک بازیکنامون ستاره هستن، اینقدر به هم نزدیکن توی پست ها. واقعا من توی رختکن امروز یک نفر از بازیکنامو جابجا کردم قبل از بازی و ترکیب ما اصلا مشخص نبود تا لحظه شروع بازی. این رقابت وجود داره و دیروز هم عرض کردم از نظر کیفیت، شخصیت و علاقمندی به پرسپولیس سعی کردیم این نوع بازیکن‌ها رو جذب کنیم. برای ما واقعا تیم بودن از همه چیز مهمتره. طبق آماری که من دارم آخرین برد پرسپولیس تو سال گذشته، تو لیگ گذشته بازی با سپاهان تو هفته دوم دور برگشت بوده. یعنی مدت‌ها بود که تیم ما نبوده بود. و طبیعی بود یه مقدار استرس حاکم باشه. و به اینا اضافه کنید تعطیلی فوتبال مدت 6 یا 7 ماه. طبیعیه که تو بازی اول شرایط جسمانی، شرایط مسابقه نباشه. به نظر من طبیعی بود، ولی از اینی که هم گل نخوردیم هم گل زدیم، موقعیت‌های دیگه رو توی ضد حمله داشتیم، واقعا ما از بچه‌مون راضی. نباشید. بازی چطور بود؟ قربون شما خوب بود. پرسپولیس هم خیلی خوب بازی کرد. فکر می‌کنم که به شایستگی برنده این بازی شدش. نظرتون در مورد خریدای امسال که امروز تو زمین بودن؟ والا چون خیلی هاشون از گلگهر اومدن فکر می‌کنم با هم خیلی مچ بازی می‌کردن و این باعث شده بود که چون بازی اول بود خیلی با هم بهتر و هماهنگ‌تر کار بکنن. امیدوارم که حالا تیم تو بازی آینده خیلی مچ‌تر بشه و نتیجه بهتری هم بگیره. کجا اومدید شما؟ از جنوب بندرعباس. از بندرعباس؟ آره. برای فوتبال اومدی شما؟ آره. طرفدار پرسپولیس. جدا؟ خوشحالید الان؟ خیلی. چطور بود بازی؟ خیلی عالی. بچه عالی بازی کردن. بعد فکر می‌کنید امسال پرسپولیس بتونه با این بازیکن قهرمان بشه؟ آره. انشالله که میتونه. هواداری هستم شمس‌آذر. خیلی بد بازی کرد. خیلی بد بازی کرد. اصلا منظم نبود تیم. از مربی تیم گله دارم. فقط میخوام بگم دیگه اگه اینجوری پیش بره لیگ 2 رو بوسیدیم دیگه. اینجوری نبود. ما خیلی تماشاگر اومد. دقیقه 70 همه رفتن. اصلا این وضعش نبود. ما این همه اومدیم بلیط خریدیم، همه هم با بلیط اومدیم. این طرز بازی نبود. فقط اینو میخوام منظم با چی برن داخل. یه دو تا مهاجم خوب نداشتیم. هافکاش انگار ترس داشتن حمله میخواستن بکنن. همین دیگه. بازم میایم، بازم چی میایم، ولی میخوایم دیگه یه شروع لیگ خوبی داشته باشیم. اشکال نداره. ما بازم هواداریم. هوادارشیم تا آخر. سلام. اصلا بازی خوبی نبود امشب. بازیکن خوب نداشتین تو بازی که بازیکن نقل انتقالاتی اصلا نمیدونن چه جوری بود. هواداران خیلی گله دارن ولی اینجا وقت نیست صحبت کنیم.
آقای مدیر عاملی که میای میگی این تیم سال بعد قهرمان میشه، پارسال به زور تو لیگ داشتی میموندی، شانس آوردیم لیگ لغو شد. امسال اومدی 4 تا بازیکن تاثیرگذارم که داشتی همون رو هم فروختی به تیمای دیگه. شما گفتی تیم سال بعد قهرمان میشه ولی تو لیگ یک. درسته. همه پیشکسوت‌ها عزیزای ما هستن، زحمتکشانی بودن که برای پرسپولیس زحمت کشیدن و افتخار آفرینی کردن. اخیراً هم یه اتفاقی افتاده بود که باید حرمت باشگاه رو ایشون این عزیزان حفظ کنن و سهمخواهی رو باید کنار بذارن و وقتی مدیر عامل تو جلسه هستش این کار قشنگ نیستش که به نگهبان باشگاه بگن که اینجا خونه ماست و بیان طبقه 4 رو با لگد به درب اتاق مدیر عامل بزنن و داد و بیداد کنن. 2 تا از عزیزانی که اومده بودن تو طبقه 4 این اتفاق افتاد، ولی خب این تیم نیاز به آرامش داره و امیدواریم که اتفاقات رو نبینیم. منم بی تجربه نیستم، من هم تجربه سرپرستی تو همین تیم بزرگ پرسپولیس رو دارم، تو قسمت‌های مختلف باشگاه کار کردم، تمام توانمو مثل همه پیشکسوتایی که وارد تیم پرسپولیس شدن دارم میذارم و نیاز به همدلی و وفاق و دوستی داریم که فرقی نمیکنه که کی روی این صندلی بشینه، کی توی باشگاه باشه و چه پیشکسوتی فعالیت بکنه. مهم موفقیت تیم پرسپولیس و سربلندی و افتخار تیم پرسپولیسی که هوادارمون هم خوشحال بشن. همه بازیکن‌ها فرقی نمیکنه، همه بازیکن‌ها در اختیار تیم باید باشن و باشگاه و تیم بزرگتر هستش. پرسپولیس جایی نیستش که بازیکن بخواد براش عکس العملی نشون بده. حتما اگر واکنشی باشه کادر فنی در موردش نظر میده. همه بازیکن‌ها باید در خدمت تیم باشن و بیشترین تلاششون رو برای هدف اون که قهرمانی است انجام بدن. هوشنگ نصیرزاده هم خبر انگار خوش به استقلالیا داد و گفتش که فصل دارای اثر فوریه و این موضوع صحت داره، اما ادامه هم داره. انتشار بر رسانه‌ای شدن نامه شرط فسخ نیست و چیزی به اثر حقوقی نامه فسخ اضافه نمیکنه، ولی همون ارادی فسخ مهمه. به نظر من مؤسسه سیلا 1000 تا نامه هم بده و رسانه‌ای بشه اثری نداره، مگر اینکه آثار و تبعات نامه نشون داده بشه. به نظر من اگر بعد از این نامه آسانی به فیفا شکایت میکرد یا باشگاه دیگری میرفت همه چیز تموم شده بود، این برگه فصل برای مستندات شکایت یاسر آسانی این نامه فقط برای باشگاه استقلال. به نظر من رفتار پس از فصل برای کسب و اتاق حل اختلاف فیفا اهمیت داره که حالا این داره نشون میده که استقلالی ها میتونستن از یاسر آسانی استفاده بکنن، ولی در کل بعد منتظر جواب نهایی فیفا هم بمونیم. به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. واسه حمایت کردن از من یادتون نره که دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنید. فدای نگاه قشنگتون. خدا نگهدار.